مقامات ایالات متحده آمریکا قرار کردند که طلبات حتمی نسبت دانشجویان خارجی در زمینه ترک کشور کردن آنها را بیکار کنند. قبلا گفته می شد که کاخ سفید می خواهد محصلان خارجی دانشگاه و کالج ها را در صورت به نظام تحصیلی فاصلوی گذاشتن آنها از کشور خارج کند. صدای آمریکا می گوید که با سبب زیاد بودن دعواهای سودی دانشگاه ها و مقامات ایالات مختلف کاخ سفید این نیتش را بیکار کرد. در میان دانشگاه‌های شکایت کرده از جمله هاروارد و دانشگاه تکنولوژی ماساچوستس می باشند. مأموریت دانشگاه‌ها گفتند که عملهای مقامات کشور غیرقانونی بوده به جریان تحصیل تأثیری منفی می‌گذارند. 20 ایالات آمریکا ضد اخراج دانشجوهای خارجی صدا بلند کردند. دهها شرکت کلان مثل گوگل، فیسبوک و توییتر و کالج و دانشگاه‌ها به دادگاه‌ها خلاصه‌های کارشناسانه خود را ارسال کردند که از پرزیدنت برقرار کردن سیاست پیشین نسبت دانشجوهای خارجی را طلب می‌کرد. روز سه‌شنبه هنگام بررسی عریضه دانشگاه هاروارد، دادرس دادگاه حوزوی ماساچوستس الیسن بروز گفت که مأموریت ایالات متحده آمریکا و دو دانشگاه بانفوذ که کاخ سفید را به دادگاه کشیدند به سازش آمدند که قاعده‌های قبلا قبول شده بیکار می‌گردد. بررسی این قضیه در دادگاه همگی 4 دقیقه ادامه داشت. رهبریت دانشگاه هاروارد سال نو خوانش را پورا به نظام فاصلوی می‌گذراند. پرزیدنت دونالد ترامپ که تیر ماه امسال همه مکتب‌ها را باز کردنی است، نقشه دانشگاه هاروارد را نادرست خوانده بود. در دانشگاه‌های آمریکا بیش از 1 میلیون دانشجوی خارجی تحصیل می‌کند و بسیار مکتب‌های عالی محض از پول‌های همین دانشجوها وابسته هستند که هر سال ده‌ها هزار دلارشان را برای تحصیل خرج می‌کنند. باور می‌رود که در مؤسسه‌های تعلیمی ایالات متحده آمریکا هزارها دانشجو از تاجیکستان هم تحصیل می‌کنند. در دوره پاندمی کرونا ویروس دو هواپیمای چارتری خواهشمندان بازگشت از آمریکا به تاجیکستان را به دوشنبه انتقال داده بود.